خوش اومدی به کانال موز شو. امروز اومدیم پارت سوم ماینکرافت پارکور سری مستقی رو ادامه بدیم. پس بدون معطلی لیتس گو. خوش اومدین به مستقی. همونجور که میدونین سری قبل استیو ما لخت بود و هنوز که هنوزم لخته. عادت داره لخت باشه دیگه، ما چیکار کنیم؟ شاید برات سوال باشه که سری قبل ما چیکار کردیم. خب بیا تا بهت نشون بدم. سری قبل ما یه دونه کفش دایمندی، یه دونه شلوار آهنی، یه بخش شلوار دایمندی، کلاه آهنی و یه دونه لباس آهنی داشتیم. به هر حال امروز قراره با هم دیگه بریم بقیه وسایل دایمندیمون هم درست کنیم. پس بذاریم بریم. فقط بچه ما کفش و تنبون دایمندیمون رو تونستیم از این داشمون به دست بیاریم و نرفتیم ماین کنیم، همچنین زراعه آهنیمون رو. پس الان بریم آقا ما یه خورده امرالد جمع کنیم، بیایم با این ترید کنیم لول آپ بشه تا به ما لباس و یه دونه کلاه دایمندی هم بده که این چند هم هست طبیعتا، خدا رو شکر. یه دونه غلام آهنی اینجا داریم که آقا ما بیایم اینو بکشیم. میخوام آتیشت بزنم. نمیشه. آجی اگه میافتادم میمردم. آجی سری هاردکورمون فکر کنم تموم شد. سری هاردکورمون تمام نشد. خب شیفتو بگیر، آروم بزن زیر. آفرین. آتیشش زدم. بچه ها این آهناش مثل این که نیست، سوختن. آهناش سوختن. من الکی داشتم میخندیدم. آه بسی افسوس آهن نداریم بر بساط آهن. عیب ندارد. شما با اجازه کی داریم نبات میکنیم برای بچه؟ ببین آقا ما یه دونه ویلیجر اینجا داریم، کار نداره. خب این باید بهش یه کار بدیم، ازمون دیب دمینی بخره. دیب دمینی بخر. ای جان دیب دمینی میخره. خب ما دوتا امرالد اینجوری گرفتیم، خیلی هم عالی. حاجی ببین ما اینجا یه دونه غار داریم کنار خونمون هم هست، ولی خب هیچ دایمندی اینجا نیست. این چیزایی که داره میدرخشه نازی بکن بیافتم پایین. ای خدا اینا ببین دایمند نیستن اینا. بذار من شیفتو بگیرم یه وقت نیفتم. اینا دایمند نیستن، از این خزا هستن و خب اون پایینا زیاد از این خزا هست. چیزی که نیست دایمنده، فقط مس هست و از این خزا. به هر حال تا نیفتادیم پایین کار دست خودمون بدیم، بیایم بریم از اون سوراخ خودمون وارد خونمون بشیم، نه از این سوراخ. ما فعلا دوتا امرالد داریم، باش ترید میکنیم این دوتا رو حالا میگیریم. ما که زیاد از این خیرت و پیرت گرفتیم، بذار این دوتا هم بگیریم دیگه، چیزی نمیشه که. و خیلی خوب بیا بذاریم اینا هم تو این چسته. به به میبینید چقدر ما با این ترید کردیم، دهنمون سرویس شده. خیلی خوب آقا ببین ما یه خورد زغال هم داریم، زغالمون هم بذاریم اینجا. نه بذار اول زغالمون یه تعدادشو بپزیم، امیدوارم بشه اینجا پخت. نه نمیشه پخت. خب عیب نداره این نمیشه پخت. ما یه خورده زمین خونمون رو میکنیم. چیکار کنم آقا سنگ ندارم، زمین خونمون میکنم. چند تا میخواد؟ 9 تا کافیه. بذار ببینم. خب همین 8 تا کافی. اینم بکن یه لحظه بهمون بدش. ما اینو بذاریم اینجا، این یکی هم برداریم بذاریمش دقیقا همینجا. بیا زغال میذاریم داخل این، یه استک شنم میذاریم داخلش. خیلی خوب آقا ما یه خورده وسایلمون رو مرتب کردیم. ببین داداش ما وسایلمون رو که مرتب کردیم، الان باید بریم دنبال امرالد، ولی از اونجایی که هیچ چیزی برای ترید نداریم باید یه چیزی برای ترید بسازیم. ببین از اونجایی که نمیدونیم چی برای ترید بسازیم و از اونجایی که بیشتر ویلیجرها کشاورز هستن، خب باید بریم یه فارم گندم بزرگ درست کنیم. خب برای اینکه فارم گندم درست حسابی بتونیم درست کنیم نیاز به چوب داریم. اول بریم یه خورده چوب بکنیم، بعدش هم بریم بلاک برداریم. ما 3 تا آهن داریم که آقا این 3 تا آهن رو ما یه دونه سطل باش درست میکنیم. سطل رو که درست کردیم میذاریم جای این فندکه و از اینجا آب برمیداریم. آره دقیقا از همینجا من آب برمیدارم. ما یه خورده اومدیم این ورتر و الان با دیگه باید شروع کنیم به کندن دفت. ببین الان ما باید دنبال یه زمینی باشیم کنار خونمون که فارممون رو درست کنیم. بهترین زمین از نظر من روبرو زمینمونه. ما همینجا رو یه خورده صاف میکنیم، بعد حالا یه خورده چالچولا هم پر میکنیم، بعد شروع میکنیم به شخم زدن. خیلی خوب آقا ما فعلا این زمین رو اینجا کندیم، یه شب هم اینجا خوابیدیم. الان یه خورده دیگه هم باید اینجا رو صاف میکنیم
و فکر کنم دقیقا از همینجا اوکی باشه. آره برای بش آخرین بیرمون هم داریم استفاده میکنیم و کار زمینمون تموم شد. همین رو بکنم دیگه تمومه. نه همین رو بکنم دیگه آره تموم شد. و این هم از آقا زمینی که ما درست کردیم. این زمین این قسمت خالیش اصلا نمیخوایم استفاده کنیم. از اینجا تا اون گوشه رو میخوایم استفاده کنیم و آقا زمین بزرگی به نظر من کارمون رو راه میندازه. فقط مونده که آقا شخمش بزنیم و آب بذاریم. این گله تو دست من چه میگه؟ ببین برای اینکه بخوایم آب بذاریم اول بیا ببینیم عرض و طولش چقدره. بریم بشماریم دیگه. 1 2 3 17 18 19 تا. آقا 19 تا این ورشه. بریم این ورم بشماریم. 1 2 3 19 20. این طرفش هم 20 تاه. ای جان 20 تا در 19 تا. خب اگه 20 در 19 است 20 در 20ش کنیم بهتره. ببین نمیدونم بذار اول از این ور من یه چند تا چاله بکنم. ببین مسافتی که یه دونه آب میتونه به قولن زمین رو خیس کنه نمیدونم چقدر. بذار امتحان کنیم. اول 1 2 3 4 پنجمی رو میکنیم یه دونه آب میذاریم. خب از اونجایی که داداش یه خورده منو هول نده پوفیوز الدنگ. یه دونه سطل آب میذاریم اینجا. اینو میکنیم ببینیم آیا تو اینجا رو پر میکنه یا نه. داداش به خدا هولت میدم همین پایین. ببین من تو رو میشناسم یا تو منو دیوونه کردی. تو شغلم نمیگیری که. ببین آقا ما اونجا رو که پر کردیم الان دیگه اینجا خالی نیست. همونجوری که حد میزنم 4 تا رو میتونه پر کنه. پس الان ما یه دونه سوراخ باید اینجا بزنیم. 1 2 3 4 یه دونه هم اینجا. خیلی خوب آقا ما سوراخ‌های زمینمون رو زدیم. الان باید بریم آب برداریم. خب بریم یه دونه سطل آب دیگه هم پر کنیم بیایم. برای اینکه هی نخوایم بریم و بیایم بذار این گوشه دقیقا همینجا یه دونه آب بی‌نهایت درست کنم. اگه اشتباه نکنم یه دونه سطل آب باید میزدم اینجا. بعدش یه دونم باید میگذاشتم دقیقا اون ورش اگه اشتباه نکنم. درست میگم؟ آره دقیقا درست گفتم. و بریم بذاریم اینجا. آجی یه بدی داره هر وقت میپری بالا و پایین میشی اینا خراب میشن. خیلی رو مخه. خیلی اب نداره. مثلا یه خورده من یه سبزار بکنم اینجا. چقدر تو دست پان اینا. ای بابا بریم اینا رو آب کنیم دیگه. خیلی خوب اینم از آخرین سطح. و آقا من یه چیز متوجه شدم. شما اگه عرض زمینتون 19 باشه 3 تا چاله آب به این ترتیب نیاز دارین و حالا دیگه طولتون باید یه چیزی باشه که مثلا بر 4 یا بر 5 فکر کنم باید بخش‌پذیر باشه. اینجوری فقط لازمه که همون 3 تا رو ادامه بدین تا آخر. و من این چاله‌ای که اینجا بودن پر کردم. الان کاری که باید انجام بدیم اینه که شخم بزنیم. چون کار پر دردسریه باید یه خورده لباسمون رو در بیاریم چون استیو عرق میکنه آقا اینجوری. خیلی خب بریم ادامه بدیم. دیگه فکر نکنم استیو کلنگ داشته باشه ولی خب مهم نیست. به هر حال همینم کافیه. حالا این قسمت رو بعدم اوکی میکنیم. فعلا بیام این سیدا رو بکاریم اینجا. برای بچ سیدامون هم تموم شده انگاری. چی کار کنیم حالا؟ ببین تنها کاری که الان میتونیم انجام بدیم اینه که صبر کنیم. واقعا کار دیگه نمیتونیم کنیم. اما آقا ما میتونیم یه قسمتش هم هویج بکاریم. هویج که داریم دیگه چرا نکاریم؟ آره این قسمت هم هویج میکاریم دیگه. به هر حال هویج هم میشه فرو کرد تو این باسن این دوستان عزیز. ببین به چه روزی افتادم دارم علف میکنم تا بتونم سید به دست بیارم. ای خدا ای بابا داره شب میشه. بذار بگیریم بخوابیم. راستی بذار ببینم روز چندمیم ما آجی. روز 18 پشمام. بازی رو که شروع کردم روز 10 بودیم و الان شده روز 18. ای پوفیوز الدنگ اینجا تخت منه حرومزاده. پوفیوز شغل نمیگیره رو تخت مردمم میخوابه. داداش نه تو انگار با من مشکل داری ها. برو گم شو دیگه. آقا من دیگه واقعا خسته شدم از بس سید جمع کردم. فعلا که آقا 48 تا سید تونستیم جمع کنیم. خیلی هم عالی. بریم اینا هم بکاریم دیگه. بریم که استیو بدون لباس
این سیدا رو بکنه. ای خدا بچه دوباره سیدامون تموم شد، حتی کمتر 2 ردیف تونستیم بکاریم. اینجا هم که خراب کردیم، عیب نداره. حالا بریم دوباره سید جمع کنیم یا نریم؟ بریم سید جمع کنیم. خیلی خوب آقا، ما یه دونه استک کامل سید جمع کردیم، بریم اینا رو بکاریم دیگه. آقا این سیدامون هم تموم شد، بگیریم بخوابیم دیگه، چیکار کنیم؟ شب میشه. آقا ما یه 37 تا سید دیگه هم جمع کردیم، اینا هم بکاریم که دیگه تموم بشه ایشالله. ولی فکر نکنم تموم بشه. هی خدا باز تموم نشد. ببین یه لحظه، یه دقیقه منو نگاه کن، یه دقیقه منو نگاه کن ناموسن. حالا بجز اینا رو فاکتور ببری، این قسمت ها رو میبینی کامل علفزار بود، مثل بقیه جا خالی شد. اون قسمت رو میبینی پر علف بود، اون جنگله که کامل من همشو کندم. اینجا رو میبینی کامل علف بود، تو اون بالا، تو اون بالاها همشو کندم. ولی باز سیدی به اندازه کافی نداریم که بخوایم بکاریم تو این زمین. خب من ای خدا خسته شدم، ای خدا من از قهرم بابا. من میرم تو خونه خودم بابا، به خدا اونجا راحت ترم. ای خدا.